تا حالا پیش اومده که بخوای یه دونه QR کد درست کنی برای سایتت، برای اینستاگرامت، برای تلگرامت یا هر لینک دیگه، ولی سردرگم بشی تو سایت های متفاوتی بری، افزونه های متفاوتی یا هوش مصنوعی های مختلفی رو تست کنی؟ من اینجا توی 1 دقیقه میخوام بهت یاد بدم با تنها برنامه مایکروسافت ورد که روی سیستم هممون نصبه بتونیم این QR کد مورد نظر خودمون رو بسازیم. برای این کار فقط کافیه که وارد برنامه وردت بشی و یک سند خالی به این صورت ایجاد کنید و تنها با یک دستور دیسپلی بارکد به این صورت می‌نویسیم بذارید من حروف بزرگم بنویسم، فرقی هم نمی‌کنه، دیسپلی بار کد، یه دابل کوتیشن اینجا و حالا لینکی که میخوای واردش بشه. به صورت مثال من میخوام وارد سایت آپارات بشه، https aparat.com دابل کوتیشن بسته و حالا کاری که انجام میدم عبارت QR رو اینجا می نویسم، ضمن اینکه یه دونه بک اسلش و یک S200 برای سایز این میزنم و حالا کاری که انجام میدم همش رو انتخاب میکنم، دکمه کنترل F9 رو میزنم که اینجوری براکت ها رو دورش بذاره و تنها کلید F9 به همین راحتی بارکد شما، QR کد شما توی برنامه ورد فقط در کمتر از 1 دقیقه ساخته شد. بریم تستش کنیم ببینیم که واقعا جواب میده یا نه. من گوشی خودم رو آوردم، میبینید روی حالت بارکد هست، میگیرم روی صفحه بارکد رو اسکن میکنه و لینکی که تحویل ما میده رو ببینید، aparat.com. به همین سادگی شما تونستید QR کد خودتون رو بسازید. من عرفانم رو سعی میکنم توی این کانال ویدیوهای آموزنده و هوش مصنوعی متفاوتی رو بهت معرفی کنم و آموزش بدم.